همه رو به قبله بنشینند آماده دعای قرآن. گناهانمون رو در نظر بگیریم و با ذکر العفو به طور جدی توبه کنیم. همه عرض کنیم الهی العفو، 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 الهی العفو. گناهان دیگران هم در نظر بگیریم، تقاضای عفو برای همه کنیم، برای اسیران خاک، برای عزیزانی که سال گذشته در این مجالس بودند و الان جایشون خالی، برای بیمارانی که در بیمارستان ها هستند و نتوانستند در این مجالس شرکت کنند. همه با هم الهی العفو، 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 الهی العفو. قرآن هاتون رو باز کنید و دعا رو با من بخوانید. اللهم انی اسألک بکتابک المنزل و ما فیه و فیه اسمک الاکبر و اسماؤک الحسنی و ما یخاف و یرجا ان تجعلنی من عتقائک من النار. در حدیث آمده که در اینجا حاجات خودتون از خدا بخواهید و بعد از خواستن حاجات از خدا قرآن ها رو به سر میذارید. و همه جامعه اسلامی، ملت هایی که تحت ستم هستند، بیماران، گرفتاران، زندانیان بیگناه، مشکل داران، قرآن ها رو به سر بذارید. اللهم اسألک بحق هذا القرآن و بحق من ارسلته به و بحق كل مؤمن مدحته فيه و بحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك. با حضور قلب 10 مرتبه. بك یا الله، 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 بك یا الله،
بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله 10 مرتبه بمحمد 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 صلی الله علیه و آله. دست بزنید به دامن شهید امشب. به علی 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 بعلي عليه الصلاة والسلام 10 مرتبه بفاطمة 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 سلام الله عليها بالحسن 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 سلام الله علیه. از همینجا دست در شبکه ذریع سید الشهدا بیاندازیم، خدا را به حق او قسم بدیم برای حل مشکلات. بالحسین 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 سلام الله علیه بعلی ابن الحسین 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 علیهم الصلاة والسلام 10 مرتبه بمحمد ابن علی 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 علیهم الصلاة والسلام 10 مرتبه بجعفر ابن محمد 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 علیهم الصلاة
و السلام دلها رو روانه زندان بغداد کن. به موسی بن جعفر، 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 به موسی بن جعفر علیهم الصلاة و السلام. دست به دامن امام رؤوف و مهربان. به علی ابن موسی، 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 به علی ابن موسی علیهم الصلاة و السلام. 10 مرتبه. به محمد ابن علی، 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 به محمد ابن علی علیهم الصلاة و السلام. بریم در کنار قبری که جنایتکاران منفجر کردند. هنوز هم به حال اول برنگشته در کنار ویرانه ها بایست. به علی ابن محمد، 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 به علی ابن محمد علیهم الصلاة و السلام. 10 مرتبه. بالحسن ابن علی، 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 بالحسن ابن علی علیهم الصلاة و السلام. دست بزنیم به دامان مولایمون. اونقدر در میزنم این خانه را تا ببینم روی صاحب خانه را. ما بر این در نپی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. 10 مرتبه. بالحجه، 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 بالحجه علیه الصلاة و السلام.